سلام به همه شما همراهان عزیز. امروز در این اپیزود قرار درباره یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای ویدیو و ویدیو صحبت کنیم. نرم افزاری که از هالیوود تا یوتیوبرها همه بهش وابستن. داریم درباره داوینچی ریزالو حرف میزنیم. اما این نرم افزار چطور متولد شد؟ چه مسیری رو طی کرد تا به یکی از جدی‌ترین رقبای آدوبی پریمیر پرو تبدیل بشه؟ تا آخر این پادکست با ما همراه باشید. داستان داوینچی ریزالو از سال 1984 شروع شد. یک تیم کوچک از مهندسان ویدیو در ایتالیا شرکتی به نام داوینچی سیستمز رو تأسیس کردند. تمرکز اصلی اونها روی سیستم‌های تصحیح رنگ یا کالر گریدینگ برای فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی بود. در اون زمان فیلمسازان به ابزارهای حرفه‌ای برای اصلاح رنگ نیاز داشتند و داوینچی سیستمز این نیاز رو برطرف کرد. در دهه 2000 داوینچی اولین نسخه نرم افزار خودش رو با نام داوینچی ریزالو عرضه کرد. این نرم افزار بر پایه تصحیح رنگ حرفه‌ای طراحی شده بود و خیلی زود مورد توجه استودیوهای فیلمسازی قرار گرفت. در این سالها ابزارهای تصحیح رنگ داوینچی ریزالو به یکی از استانداردهای صنعتی تبدیل شد و در فیلم‌های بزرگی مثل آواتار و The Dark Knight استفاده شد. اما مشکل این بود که داوینچی سیستمز بیشتر روی سخت افزارهای گران قیمت تمرکز داشت و نرم افزارش فقط برای استودیوهای حرفه‌ای در اساس بود. در سال 2009 یک شرکت استرالیایی به نام بلک ماجیک دیزاین که به ساخت تجهیزات حرفه‌ای فیلمبرداری معروف بود، داوینچی سیستمز رو خرید. بلک ماجیک دیزاین تغییرات اساسی روی مدل کسب و کار داوینچی ریزالو ایجاد کرد. نسخه رایگان نرم افزار رو منتشر کرد که برای بسیاری از کاربران قابل دسترس بود. امکانات بیشتری مثل ویرایش ویدیو ادیتینگ رو به نرم افزارش اضافه کرد. از یک نرم افزار صرفاً مخصوص تصحیح رنگ به یک ابزار تدوین و ویرایش ویدیو تبدیل شد. این حرکت داوینچی ریزالو رو وارد رقابت جدی با آدوبی پریمیر پرو و فاینال کات اپل کرد. امروز داوینچی ریزالو یکی از کامل‌ترین نرم افزارهای ویرایش ویدیو محسوب میشه. این نرم افزار 5 بخش اصلی داره: کات پیج برای تدوین‌های سریع و ساده، ادیت پیج برای ویرایش‌های حرفه‌ای مشابه پریمیر پرو، فیوژن برای جلوه‌های ویژه مشابه افتر افکت، کالر برای تصحیح رنگ‌های حرفه‌ای که هنوز هم نقطه قوت اصلی داوینچی محسوب میشه، فیرلایت برای تنظیمات حرفه‌ای صدا هستش. یکی از مهمترین دلایل محبوبیت داوینچی کیفیت بالای کالر گریدینگ و پشتیبانی از HDR10 بیت هستش که توی بسیاری از فیلم‌های سینمایی مورد استفاده قرار میگیره. بلک ماجیک دیزاین داوینچی ریزالو رو در 2 نسخه عرضه میکنه. داوینچی ریزالو نسخه رایگان تقریبا تمام امکانات ویرایش و تصحیح رنگ رو داره و برای بیشتر کاربران کافیه، و داوینچی ریزالو استودیو با قیمت $299 شامل ویژگی‌های پیشرفته‌تر مثل هوش مصنوعی، پردازش سه‌بعدی و کاهش نویز پیشرفته است. این مدل کسب و کار به بلک ماجیک کمک کرد تا کاربران بیشتری رو جذب کنه، چون بسیاری از افراد با نسخه رایگان شروع میکنن و بعداً به نسخه استودیو ارتقا میدن. در حالی که آدوبی پریمیر پرو همچنان به عنوان استاندارد صنعت در هالیوود و شبکه‌های تلویزیونی شناخته میشه، داوینچی ریزالو مزیت‌های خودش رو داره: رایگان بودن نسخه پایه، عملکرد سریعتر و بهینه‌تر روی سخت افزارهای مختلف، ابزارهای قدرتمند تصحیح رنگ و ویرایش صدا. اما از طرفی پریمیر پرو همچنان در زمینه ادغام با دیگر محصولات آدوبی مثل افتر افکت و فتوشاپ برتری داره. در سالهای اخیر بلک ماجیک دیزاین به شدت روی بهینه‌سازی هوش مصنوعی و پردازش ابری کار کرده و داوینچی ریزالو به یکی از بهترین ابزارها برای تولید کنندگان مستقل محتوا، یوتیوبرها و فیلمسازان تبدیل شده. داوینچی ریزالو از یک نرم افزار تخصصی در تصحیح رنگ به یک مجموعه کامل برای ویرایش ویدیو تبدیل شد. از فیلمسازان بزرگ گرفته تا یوتیوبرها همه از این نرم افزار برای تولید محتوای با کیفیت استفاده میکنند. اما به نظر شما آیا داوینچی ریزالو در آینده میتونه جای پریمیر پرو رو بگیره؟ این چیزی است که باید منتظرش باشیم. اگه این پادکست براتون جذاب بود، حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. منتظر اپیزودهای بعدی باشید.